پمپ آب خانگی چجوری فشار آب خونه رو افزایش میده؟ سلام، تو این ویدیو از مجموعه اتصال آنلاین میخوایم به این موضوع بپردازیم. برای شروع یک پمپ آب، یک اسب جتی و یک اسب بشقابی رو با هم باز میکنیم تا قطعات داخلیشون رو بشناسیم و ببینیم با هم دیگه چه ارتباطی دارن تا بفهمیم پمپ به چه شکلی کار میکنه. قسمت بالای تمامی این پمپ ها یک جعبه تقسیم قرار داره. معمولا به این جعبه تقسیم ترمینال باکس میگن. از این قسمت برق وارد مدارای پمپ میشه که در ادامه به اونها میپردازیم. وقتی پمپ رو باز میکنیم و بدنش رو سوا میکنیم، در پمپ جتی اولین چیزی که به چشم میخوره پروانه پلیمریشه. این یک پروانه پلیمریه که تو پمپ های جتی به کار میره که به یه فلوتر یا یه ساکشن وصل میشه تا قدرت مکندگی پروانه افزایش پیدا کنه. همونطور که میبینید پروانه پمپ آب بشقابی به شکل تخت و صافه و یه حالت بشقاب مانندی داره و به همین دلیل به این پمپ های بشقابی میگن. اگه خوب به تصویر نگاه کنید، بعد از برداشته شدن پروانه میتونید آببند پمپ رو مشاهده کنید که عضو بسیار مهمی در پمپ ها محسوب میشه، چون که نمیذاره آب وارد بخش الکتروموتور بشه و پمپ دچار سوختگی بشه. در بخش انتهایی هر پمپی یک پروانه کوچیک دیده میشه. این پروانه کوچیک مشکی رنگ جنسش پلیمریه و اسمش کولفنه. وظیفه اصلیش هم خنک نگه داشتن الکتروموتور هنگام کار کردن پمپ آبه تا از داغ کردن بیش از حد پمپ جلوگیری کنه. داخل یک محفظه از بدنه پمپ در انتهای اون قرار داره و با یک ضربه ملایم میتونید اون محفظه رو ازش جدا کنید. تو این بخش سیمپیچ های مسی رو میتونید مشاهده کنید. این بخش در اصل به دو قطعه اصلی پمپ میپردازه به اسم روتور و استاتور. استاتور بخش اولیه‌ای که داخل ویدیو میبینید هستش. این بخش معمولا با سیمپیچ های مسی یا آلومینیومی شناخته میشه. روتور قسمت نافی و اصلی داخلی پمپ محسوب میشه که توسط استاتور به حرکت در میاد و میچرخه. نحوه کلی کارکرد این بخش به این شکله که برق از داخل ترمینال باکس وارد بخش استاتور میشه. استاتور یک میدان مغناطیسی خاصی ایجاد میکنه که موجب به حرکت در آمدن روتور میشه. وقتی که روتور میچرخه، شفت استیلی که به اون متصل هست هم میچرخه و در انتهای شفت پروانه پمپ قرار داره. با چرخیدن شفت پروانه به حرکت در میاد و پمپ شروع به کار میکنه. خود پروانه‌ای که دارید داخل ویدیو میبینید پروانه یک پمپ سانتریفیوژه، چون بهترین مثال برای درک کارکرد پروانه است. پروانه ها با استفاده از نیروی گریز از مرکز یا شتاب شعاعی کار میکنن. نحوه کار به این شکله که وقتی آب وارد این بخش میشه، با به حرکت در اومدن پروانه، آب به داخل پره های پروانه پرتاب میشه و از عرض کوتاه به عرض بلند میرسه و این شکلی جریان آب بیشتر میشه، سرعت و فشار اون بالا میره. برای درک بهتر این قضیه میتونید به این مثال توجه کنید. فرض کنید یک لوله آب مستقیم داریم که فشار و سرعت در ابتدای لوله و انتهای لوله برابر هستند. اگر عرض ابتدای لوله رو بزرگتر کنید
و عرض انتهای لوله رو کوچکتر کنید، خودتون میبینید که سرعت و فشار افزایش پیدا میکنن و به این طریق آب با سرعت و شتاب بیشتری به حرکت در میاد. امیدوارم این ویدیو براتون مفهومی و مفید بوده باشه. اگر به این ویدیو علاقه دارید، آپارات، یوتیوب و سوشال مدیای اتصالonline.com رو فالو کنید.